آجیل سبزیجات کیلویی 2,100,000 تومانه. توش جک فروت داره بچه‌ها، قارچ داره، بامیه داره، از این دراگون فروت‌های قرمز داره و کلی چیزای باحال. از تایلند میادش. اولین آجیل سرایی هستش که بچه‌ها میبینم ترخینه داره. توی لرستان با این آش درست میکنن. قیمتی 150,000 تومان کیلویی. آجیلشون چقدر درجه که دوستان، این آجیل تندشونه، قیمتش 1,450,000 تومانه. یک ساعته دارم ازش ناخنک میزنم. مغز پسته شور درجه کیلو 2,300,000 بچه‌ها. همینو جاهای دیگه 2,600 700 800 میدن. 20% زیر قیمت بازار اینجا با این کیفیت. تنوعشون خیلی بالاست دوستان. انواع آجیلایی که جای دیگه پیدا نمی‌کنید دارن. این ماکادمیا رو بچه‌ها ببینید، کیلویی 820,000 تومان، یعنی 20% زیر قیمت بازار. با این چیز مخصوص هم بچه‌ها این باز میشه و خیلی خوشمزه است. اینم پک‌های کادویشونه دوستان. می‌خواید خارج برید، حالا سوغاتی برید اینا، و خودتون هم میتونید به سلیقه خودتون حتی پر کنید پک‌ها رو. آجیل آریایی 1,600، این نیکه آجیل مخصوص 1,650 و اما آجیل یلدا، آجیل شیرین بچه‌ها، این 1,350 تقدیم میشه. برای یلدا میتونید که از الان بیاید خرید کنید. اون موقع میتونید برید، الان هم میتونید برید. یکی از نوادگان فیلسوف بزرگ آقای میرفندرسکی اینجا هستش و دوستان زعفرونشون هم 80 سال قدمت داره. 80 سال تو کار زعفرون هستن. الان هم آجیل فروشی با کردن. یه گونی برنجم برداشتم بچه‌ها، کیلویی 350. آقای قفرانی آفر چی داری برام؟ بالای 5 میلیون تومان 10% تخفیف داریم.